رها کنون خاطره را. رها. هنوز با آن فکر میکنی؟ هنوز با تو بودن میدانی خیلی دشوار است. دشوار؟ همه اش میپرسی. نباید بپرسم؟ چرا؟ اما چه؟ مثلا اون روز چه؟ غریب بودی اون روز. نبودی؟ بودیم. نبودیم؟ من با تو و رسم غریبی؟ نه. تو اما بودی. نبودی؟ با تو بودم که غریب بودم. با من و با دیگران. بگو نیستی؟ چه نیستم؟ غریب دیگر. غریب نیستی؟ نیستم. هستی، با خودت هم هستی. غریب است اما هستی. خب حالا گمان کنیم هستم. گمان؟ گمان چرا؟ هستی دیگر. خب هستم که چی؟ غریب است و غریبی نیست؟ چی نیست؟ غربت. چرا هست اما چه؟ فلسفه نباف. فلسفه نیست. میخواستم، یعنی میخواهم، میخواستی یا میخواهی. فریاد نزن. خب میخواهم بگویم غربت غریبی هم اگر باشد که هست، دیگر با من چرا؟ غریبی با من که مگر تو نیستی؟ چی نیستم؟ غریب یا در غربت؟ هر دو. چرا؟ اما چه؟ اما برای تو نمیدانم. یعنی برای هم دیگر چرا غریبی؟ یعنی نمیتوانیم غریب نباشیم این گونه حالا که در غربت هستیم؟ این غریبی غریبانه با هم دیگر چرا؟ چقدر پرسش میکنی؟ بگذرد. هستیم دیگر مثل همه با هم، اما غریب. بگو غریبانه. تو غریبانه را دوست می‌داری؟ خب من نگفتم دوست می‌دارم. گفتم همیشه هم تنها گفتن دلیل نیست. دلیل؟ بگذرد. اگر نگذارم چی؟ نمیگذرد؟ خودت چه فکر میکنی؟ فکر؟ بله فکر. چه فکر میکنی؟ هیچ. بگذرد. همین شاید بهتر است.